روم جزو پربازدیدترین شهرهای اروپا است که هر ساله بیش از 10 میلیون نفر به این شهر زیبا سفر میکنند تا از هوای خوبش استفاده کنند، غذای متنوعش رو امتحان کنند و نقاط دیدنیش رو ببینند. ما در این ویدیو 7 نکته مهم سفر به روم رو به ترتیب اهمیت مورد بررسی قرار میدیم. شماره 7: برنامه‌ریزی برای دیدن جاهای دیدنی در آخر هفته. این یه زبانبندی اشتباهه، چون روم معمولا همیشه آخر هفته ها شلوغه، حتی زمانی که فصل سفر نیست، مثل پاییز که مدارس باز شدن. و اگه شما انتظار داشته باشین که بتونین عکسای خوبی که خلوت باشه از جای دیدنی بگیرین، به نتیجه نمیرسین، مگر اینکه صبح زود روزتون رو شروع کنین، مثلا حدود 7 صبح که هم خلوته، هم اینکه نور برای عکاسی و فیلم برداری مناسبه. بهترین زمان وسط هفته، صبح یا بعد از ظهر که نسبتا خلوت و زمان کاریه. شماره 6: عکس گرفتن با افرادی که لباس کاستوم پوشیدن و نمایش خیابانی اجرا میکنن، به عنوان مثال نقش گلادیاتور. این افراد اول خیلی دوستانه به نظر میان و شما رو دعوت میکنن به عکس گرفتن. وقتی عکس رو گرفتین، اون زمانی که از شما با اصرار درخواست پول میکنن و حتی اگه شما بگی عکس رو پاک میکنم، اونها دست بردار نیستن و میخوان که شما چند یورویی بهشون بدین. اینه که بهتره که باشون عکس نگیرین یا آمادگیشو داشته باشین که چند یورویی بهشون تیپ بدین. شماره 5: تصور این که تو روم میتونین انگلیسی صحبت کنین و از مردم بومی آدرس بپرسین یا مکالمه کوتاهی داشته باشین غیر واقعیه. معمولا زبان انگلیسی زیاد در ایتالیا استفاده نمیشه. البته نسل جوان احتمالاً بتونن تا حدی انگلیسی صحبت کنن، ولی نمیشه روش حساب کرد و بهتره از قبل تمام آدرس‌ها و زمان باز بودن جاهای دیدنی و تفریحی رو یادداشت کنین و گوگل مپ رو آفلاین روی موبایلتون داشته باشین اگه اونجا دسترسی به اینترنت ندارین. شماره 4: سفر به روم در ماه‌های تابستان. تعطیلات تابستانه مدارس در ایتالیا جز طولانی ترین ها در اروپا هست و حدود 3 ماه کامل از اوایل جون که همون اواسط خرداده تا اواسط سپتامبر که اواخر شهریور میشه ادامه داره. تو این زمان مردم بومی به علاوه توریست ها به مراتب سفر میکنن. دمای هوا هم به 35 تا 40 درجه میرسه و خیلی جاها از جمله مراکز تفریحی، دیدنی، رستوران ها شلوغ هستن با صفای طولانی. همچنین نرخ هتل ها بالاتره. بهتره که از سفر به روم تو این 3 ماه خودداری کنید. ولی اگه به هر دلیلی میخواید تو تابستون به روم سفر کنید، حتما بلیط هواپیما و هتل رو خوب از قبل تهیه کنید که قیمت و شرایطش مناسب باشه. همچنین بهتره بلیط مراکز دیدنی و تفریحی رو هم از قبل رزرو کنید اگه این امکان وجود داره که تو صف طولانی بلیط قرار نگیرید. شماره 3: اجاره اقامتگاه بسیار ارزان. هزینه متوسط اقامتگاه در روم نسبت به شهرهای دیگه ایتالیا بالاتره. البته اقامتگاه‌هایی در روم هست که شاید بشه با قیمت پایین یه اتاق یا یه تخت در یه اتاق رو اجاره کرد. معمولا این اقامتگاه‌ها در جاهای سطح پایین شهر قرار دارن و از امکانات رفاهی مناسبی برخوردار نیستند. به طبع افرادی هم که از این اقامتگاه استفاده میکنن جوانها و یا افراد با بضاعت پایین هستند. سر و صدا در این اقامتگاه‌ها بیشتر از جاهای دیگه است و امنیت نسبتاً کمتری دارند. به عنوان مثال احتمال رو بودن کیف یا دوربین در مکان‌های عمومی این اقامتگاه‌ها بیشتر از جاهای دیگه است. و در کل بهتره که بودجه برای اجاره یه اقامتگاهی که ریویو خوب داره رو در نظر بگیریم که اطمینان خاطر و استراحت کافی داشته باشیم. شماره 2: اجاره ماشین در روم. رانندگی در روم به عنوان مسافر اصلا توصیه نمیشه. ترافیک در روم زیاده، جای پارک سخت پیدا میشه، هزینه ماشین زیاده و طرح ترافیک وجود داره. همچنین نقاط دیدنی در روم فراوونه که شما فقط قدم میزنید و به خیلی از اونها دسترسی دارید و میتونید از حمل و نقل عمومی برای سفر داخل شهری استفاده کنید. و شماره 1: جدی نگرفتن احتمال جیببری. خیلی ها ممکنه بر حسب اینکه به یه شهر اروپایی سفر کردن فرض کنن که احتمال دزدی وجود نداره و به همین خاطر توجه کافی به وسایل شخصیشون ندارن. من خودم در یکی از سفرهام به روم تمام وسایل داخل ماشینمون رو دزدیدن. ماشین رو توی یه خیابون پر رفت و آمد پارک کرده بودیم و اومدیم دیدیم که هیچ کدوم از وسایلمون که گذاشته بودیم توی صندوق عقب که دیده نشه هیچ کدوم سر جاش نبود و به یک شکلی در ماشین رو باز کرده بودن و همه وسایل رو دزدیده بودن. دوستم که بعداً سفر رفته بود به روم دوربینش رو دزدیدن.
به این شکل تعریف میکرد توی یه صف وایساده بود و یه نفر میاد، حالا یا با زبان ایتالیایی یا یه زبان دیگه‌ای که دوست ما متوجه نمی‌شده صحبت میکنه و طوری وانمود میکنه که انگار دوست ما توی صف ازش جلو زده بوده و به این شکل حواسش رو پرت میکنه و وقتی دوستمون به خودش میاد میبینه دوربینش نیست. شخص دیگه‌ای هم که ما توی روم باهاش آشنا شدیم تعریف میکرد که توی مترو کیف پولش رو دزدیدن. به این شکل توی مترو نشسته بود و یه نفری میاد جلو و یه صحبتی رو مطرح میکنه که این متوجه نمیشه زبان رو و اون از جاش بلند میشه ببینه موضوع چیه، ولی وقتی متوجه میشه که اینا همه ساختگی بوده و کیف پولش رو دزدیدن. خیلی مهمه که پول، پاسپورت، کارتتون رو در یه جای امن بذارید. مثلا توی یه کیف کوچیک به گردنتون آویزون کنید، زیر لباس یا پیرهنتون قرار بدین، به شکلی که وسایل مهم رو از دسترس خارج کنید. گذاشتن وسایل توی هتل هم همیشه بهترین راه حل نیست.